و کفاره قسم چی است؟ الله تعالی در سوره مائده میگه لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله تعالی با اون قسم های بیهوده که لا والله ولا والله قسم های زبانتان آماده شده است، با اون قسم ها شما را به جوابگیری نمیکشد. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن با اون قسم هایی که با قلب نیت کردید و با زبان تلفظ کردید شما با اون جزا داده میشوید. اگر رفت و قسم خورید کفاره اش چی است؟ کفاره اش به 10 مسکین از طعام میانه که به اهلتان طعام میدید طعام میدید. یعنی 10 مسکین را سیر میکنید، یا اینکه مقدار طعام 10 مسکین را به 1 مسکین صدقه میکنید. او کسوتهم، یا اینکه به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. یعنی سر و لباسی که نماز خوانده شود، سر و لباسی که عورتهایش را پوشد، نماز خواندن با آن سر و لباس اجازت باشد، و 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. یعنی این اختیاری است، خواهید به 10 مسکین طعام میدهید، خواهید به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. میبینید حاجت مسکین ها و کدامش حاجتشان بسیارتر است. بعد از آن الله سبحانه و تعالی گفت که او تحریر رقبه، یا یک غلام آزاد میکنید. یعنی غلام اگر آزاد کرده نتواند، چخیلی که الله تعالی در دومش میگه که فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفاره ایمانکم اذا حلفتم. پس کسی که این دو رو اجرا کرده نمیتواند، یعنی 10 مسکین طعام یا لباس داده نمیتواند و غلام آزاد کرده نمیتواند، فمن لم یجد، کسی که اینها رو نتواند 3 روز روزه داشته دید. این از کفاره قسم های شما. یعنی اگر شما قسمی خورده باشید که فلان عمل را نمی کنم، سپس قسمتان را شکستید، شما کفاره قسم می دهید.